Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تنجی خوبی؟ меша хориҷ хеле соҳаст инҷи хеле кора хубам асос чӣ ҳол дорӣ? تن خدا شکر. هیچ همه جا کم تر کار داریم. همه پونی ناحیه تاجیک‌آباد در رایانم Аҳа. جای شما را نمیدونم. جای ما خنک اینه که هم تا هفته وای خنک ای با تای تلپکم نبینی بگو барфа дидӣ ای ҷо ماشاءالله. ҷои мо да барфа хӯрӣ. соз дига хуб ам تنجی 4 خوبی؟ савол айҷа 4 савол амирӯз 4 савол шидаги амёра гуфтам як савол ҷавоб кунем ам 4 савола ҷавоб битӣ иншаалло фикр мекунам дигародам дар кор ай чиз беҳад хуб мешида ин масъалара. خیلی کوبوته به امر پروردگار الله کمک ما برسانه جواب میتیم حدین کنه. хоб як бародар савол карда ки имом абу ҳанифа якум савол шуд. имом абу ҳанифа худ мазҳаб сохт ё ин ки пайравонаш барои мазҳабро сохтан кӯмак кардан мақсад мегӯяд. نه ابو حنیفه رحمه الله هیچ محل خود مذهب نساخت و هیچ کم حقوق ایره نداره که خود ای پیش خود یک مقصد که رویه را جاری بکنه. یعنی مذهب گفته یک پیروی را میگن. وقتی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر از سن یمن روی کرد، عبدالله ابن عمر رفت در یمن رفع یدین کرد، دستاش در کندک سینه‌اش موند، پاهاش کشاد موند. حاضر همه امو یمن ای وزیر تا سروزیر تا همه حکومت دارش تا همه عالم علماش همش همو میخونن. اما عبدالله ابن مسعود که سن عراق آمد، مثلا میگه که عبدالله ابن مسعود آمد سن علقمه شاگردش گفت که یک نماز ای رسول الله بخوانم، میگه نماز خوان. در نماز رفع یدین نبود. خب نماز خوان. یعنی عبدالله ابن عمر عبدالله ابن مسعود در علقمه شاگردش علقمه شاگردش همه معلومات همین رویه را یعنی همین مذهبه نگاه که ایکی اومد. وقتی که صحابه یک عمل رسول الله را در یک جا منتشر مینه همون را مذهب میگن. همون جا یک پیشوا میبره همون عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سالهای طولانی پیش میبره همون را مذهب میگن. مذهب گفته هیچ سازی نیست. مذهب گفته یک رویه عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طریق صحابه آمدگیه. یعنی عبدالله ابن مسعود همین عمل کرد. مثلا ابراهیم علقمه شاگردش در ابراهیم نخعی در دمل و حمود در ابو حنیفه رحمه الله. اینمی سلسله ای صحابه آمدگیه به همون کسی صحابه را دید، کسی را که صحابه را دید همین خیلی به ابو حنیفه رحمه الله اومد. امیر میگن مذهب، امیر میگن پیرو. بهترین دیم саволша гӯш кунед. далели саҳеҳ барои ба ҳақ будани 4 мазҳаб оё ҳаст ё ин ки агар ҳаст пешниҳод мекардед? البته هست. یک دلیل صحیحش همیه که شافعی هم مالکی هم حنبلی هم ابو حنیفه رحمه الله هم همه همیو ای طریق صحابه ها همی رویه را گرفتن در مردم منتشر کردن. این حق شمیه یا ای پیش خودشو شریعت نساختن. این یا دلیل حق بدنش که خیلی که گفتم عبدالله ابن عمر در اوج عملی رسول الله را منتشر کرد، عبدالله ابن مسعود در طرف عراق عملی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منتشر کرد. اونایی که عالم بودن از همونا گرفتن ای عمل منتشر کردن، اونا از خود منتشر نکردن، از کسی منتشر کردن که صحابه اصل مذهب ای صحابه برمد. برای صحابه رفت در یمن عملی رسول الله را انجام داد منتشر کرد، اما یمنی ها امر کردن، امیره میگن مذهب. بله بله. خب سیم سوالش چی گفته اینجا؟ پیشنهادی دلیل صحیحی بشارت پیامبر محمد مصطفی با پیشوای امام ابو حنیفه خیلی فهم صلی الله علیه و سلم. نه ای اصل نداره. ایرا بسیار کسا میگن که گویا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت انس گفت که انمی آوی دهان من امی بری با ابو حنیفه امی خیلی امی رفتار امی کردار و امی مقصد امی کارا بسیارن ای اصل نداره. ای اصل ندارن. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتگی ان که هر یک عصر یا مجددی نو یک مجتهد یک چی نو میبرویا. مقصد که یا با قوت عالی میبرویا و تا خودش علم جاری نه شریعت جاری نمیره. همون هم ای الله و رسول با اعظمی مذهبی که ای صحابه دیدن گرفتن اعظمی و با شریعت جاری میره. یعنی دنیا هرگز به عالم نمیمونه. مقصدی که رسول اکرم صلوات ربی و سلام علیه. خب چهارم سوالش اینه خوری
مذهب چیست؟ مذهب گفتم ما باید چی رو فهمیم؟ پیروی از سنت رسول الله مگر کافی نیست؟ باید در مذهب حتما باید باشه مقصد. سبحان الله. همین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین مذهب. گفتم که مذهب اصل از صحابه میبروی جونشری. صحابه را عمل رسول الله را در هر جا منتشر کرد، همو منطقه ها علما پیدا کردن، همو عمل گرفتن در مردم منتشر کردن، پیشوا شدن منتشر کردن، همیشه مذهب گفته یعنی که یک طریق عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از صحابه آمد به این همه پیشوا رسید، یا گرفتن منتشرش کردن. مقصد این نمیای برای ما آدم این نمی چی یا بچه آدمایی که هستیم مذهب داشتن تا شرط و ضرور فکر میکنم. مثلا که ما اینا میگیم که ما در مذهب ابو حنیفه ما باید هم خیلی باشیم. این معنی را نداره که ابو حنیفه رحمه الله خودش همین شریعت ساخته باشن. نه آخی این شریعت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد به طریق صحابه به ابو حنیفه رسید. البته همین عملی که از صحابه از رسول الله به صحابه رسید، از صحابه به دیگرش به ابو حنیفه اومد رسید، همین برای ما کفایه. من علقمه عبدالله ابن مسعود به علقمه را معلومات داد. عبدالله ابن مسعود که معلومات گرفت از رسول اکرم صلوات ربی و سلام علیه، یعنی به علقمه معلومات داد. مقصد علقمه به ابراهیم نخعی به دو ملوحمات به ابو حنیفه رحمه الله. این همین نگاه که همین سلسله از رسول اکرم هر یک مذهب همین خیلی سلسله به خودش آمدگی است. از همون تاریخ از عمل رسول الله به تاریخ صحابه آمدگی رسیدگی است. این میرا میگن مذهب خودش پیروی است، پیروی از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاک الله خیرا کثیرا. رحمت الله. اما مردم میگن که ما در مذهب ابو حنیفه، انا ابو حنیفه نه خیل گفت بعد دیگرو را رد میکنیم. این خیل نمیشوه. همین مقصد که همه مذهب دلیلش حقه. هیچ مذهب نگفته است که تو ناحقی. بله. در کجا شافعی، مالکی، حنبلی گفته است تو ناحقی، تو یکی نه بزنن. فقط بحث در اولویت ایده ایجا. بحث در اولویت شریعت کنار نداره برای. بله. بهترین رحمت دومو خیر که همه قدر 4 سوالی که بود انشاءالله جوابش گرفتیم. فکر میکنم بعضی برادرایی که نمیدونستن یا فهمیدن برای خودشون میگیرن یا چی دعاگو باشن. ما هم انشاءالله دعاگویم درخشان. الله مهربان حفظ کنه. خیر همین بود سوال. ما را حفظ نه در پناه الله باشین، خوب در امان الله باشین، با نصیحت باشین، خوب بگردین، احتیاط کنین از هر کار کرداری اختلاف که در جامعه سبب ضرر میشوه. مردمان نصیحت کنین که دست به او نزنن. بله. الله حفظ کنه، در امان رحمت پروردگار باشین. بله. سلام علیکم. های نمیخی سواله 4 سوالی که بود جوابش گرفتیم برادر عزیز. انشالله با 3 مسائلی که انشالله به جواب موندگی و یاشم خدا خواسته باشه سوال جواب میکنیم. الله حفظ کنه.